دو تقاضا از شما دارم، و این است که اول تقاضای عفو دارم که بنده را معاف بکنید. شاید من در 18 سالی که در خواجه بابالدین بودم واقعا مسئولیت خطابت و دعوت و تبلیغ بسیار سنگین است. هر عالم دین بار سنگینی را به دوش دارد. هیچ شکی نیست که بسیار تقصیر کرده، شاید به شما رسیدگی کرده نتونسته باشه، شاید چقدر خواهرها چقدر برادرها مشکلات دینی شرعی داشتن، ما در خدمت از اونها نرسیدیم. علم باری سنگین است، مسئولیتی بس سنگین است. هر عالمی که احساس بکنه ما عالم نیستیم اما چند روز در مدرسه تیر کردیم و این مسئولیت سنگین به دوش گرفتیم. در 10 سال خطابت مسجد شهر اکثری برادرایی که در جا هستند در آنجا هم مقتدی های ما و در اینجا همه برادران بران تقاضای ما این است که تقصیراتی که در ادای مسئولیتی دعوت و علم که در خطبه ها در مناسبت های مختلف گپایی داشتیم، شاید اشتباهی کرده باشه، شاید کوتاهی شده باشه، شاید لغزشی شده باشه، شاید بیجا حرف زده باشه، شاید بی مورد گپ زده باشه. امیدوار هستم شاید در جای غیبتی شده باشه، برادری را از برادری عیبش گفته باشه. ما از شما تقاضای عفو دارم، برادرتان معاف کنید. و دوم چیزی که از شما تقاضا دارم این است که از دعاتان فراموش نکنید، از دعاتان فراموش نکنید. واقعا دقیقا به دعای شما نیازمند است. دعای قبولیت این سفر مبارک، دعای حج مبرور و نصیب شدن حج مبرور، دعای صحت، دعای سلامتی در این سفر از شما امیدوار هستم که برای بنده و همه رفیقایی که ما در این سفر داریم، دوستای مخلصی که ما در این سفر داریم، ما را از دعاتان فراموش نکنید. و وعده ای که من به شما میتونم هم دو وعده به شما میتونم. اولین وعده ما